باید آنقدر بروی و برگردی، باید آنقدر سرت به سنگ بی‌تفاوتی و بی‌رحمی آدم‌ها بخورد و آنقدر درد بکشی تا بفهمی که آدم‌ها چیزی که تو فکر می‌کنی نیستن، که آدم‌ها دقیقاً همان چیزی هستند که فکرش را هم نمی‌کنی. بفهمی آنها نه تنها دلسوز تو نیستن که تماشای اندوه تو حالشان را بهتر می‌کند. باید خودت تجربه کنی و خودت به این باور و این نتیجه برسی و خودت عمیقاً دل بکنی از آدم‌های اشتباه، وگرنه هر حرف و نصیحتی بیفایده است. من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که